خسته شدم. خسته نباشی. سلام بچه‌ها، اسم من رضاست. امروز اومدیم با هم یه دونه بشکه آوردیم و قراره باهاش 2 تا مبل جذاب درست کنیم. این بشکه رو 2 تیکه می‌کنیم، واسش جای نشستن درست می‌کنیم. چرم مصنوعی گرفتیم، روش می‌کشیم و السلام بریم. مرحله اول میشون عروض کنه سخت. ماژیکه کو بچه ها برقمون رفته نمیاد صداش میاد یا نگه درصد میاد. ما موتور برق داریم کار میکنیم. 2 ساعت برقمون رفته بود، 2 ساعت رد شد دیگه بازم برقمون نیومده. شده 3 ساعت و نیم هنوز برقمون نیومده. نمیدونم جریانش چیه. خدا بخیر کنه. رسیدیم به مرحله زیبا و جذاب فرست. چیزش بود ریان باشه. این تحت ابزارمون که خودمون درست کردیم تو ویدیوی قبلی تازه است، هنوز عادت نکردیم روش. چطورین بچه ها؟ مردم سرکردش پیدا شد دیگه بالاخره شاغلم، مجبورم عصرا بیام دیگه. شرمم. حالا که تا اینجا نبودی الان نوبت چیه؟ رنگی باشی. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. نشد که اونو میتونی بزنی تو این یه تخته‌ایه که ما خریدیم به قیمت 15,000 تومان. از این قرار 2 تا تخته صندلی واسه داخل نشیمنگاه. آره نشیمنگاه واسه داخل این بشگاه استفاده کنیم که بشه نشیمنگاه. ما آقا محمد یه ابتکاری به خرج دادن. یه دونه پیچ اینجا تو مرکز سقل دایره‌ای، یه دونه پیچ زده اینجا، بعد شعاع میگن یا قطر میگن؟ شعاع قطر نمیدونم. حالا اون اندازه دایره‌ای که داریم نصفشو اندازه این چیز کرده، متر کرده، دومش هم انداخته دور این چیز پیچه. بعد یه چی دیگه الان اینجوری میخواد یه دایره برامون نصب کنه. بریم
تکنولوژی ها. بله. حالا ما این دایره رو میبریم. انشالله که اندازه میشه. ببخشید پشتم به شما. خب تخته رو بریدیم به شکلی که میبینید. پدرمون در اومد تا ببریمش، ولی خدا رو شکر اندازه و شیوه حاج محمد درست بود و اندازش خوب در اومد. دقیقا همونی شد که میخواستیم. الان 4 تا پایه میزنیم زیرش چون ارتفاعش کم نباشه، یکم بیاد بالا. بعد با استفاده از تخته روی صندلی رو درست کنیم و بذاریم روشو بریم بزنیم دیگه. خدا پیچ اتومات. بذار دوربینم نشونش بدم. پیچ اتوماتیک. این پایه‌هایی که گرفتیم بکنم اگه از اونا باشه آره. اینا پیچیه، تنظیم ارتفاع میشه. آره. الان میداره قشنگم میداره. اوکی. الیاف به خود تشویق دهید. الیاف خدا رو شد خیلی داره. بس زیاده اون. خیلی زیاده. صفحه چون. اون پارچه قدش نمیرسه. صفحه چون. کردم. مبارک ها باشه. اول بس. او حله. محکم هم هست. آخیش عجب چیز جذابی شد. تجربه ما رو نگاه کن. خب به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. چه حماسه‌ای شد. این قسمت از ویدیو ما هم تموم شد. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنین، کامنت مثبت برای ما بذارید. ما با کامنت های شما، با لایک های شما انرژی میگیریم که بیشتر به سمت ویدیوهای بزرگتر، بهتر، با کیفیت‌تر حرکت کنیم. همه کامنت های شما رو میخونیم و به تک تکشون جواب میدیم. اگه در مورد ویدیوهای آینده نظری دارین، پیشنهادی دارین، حتما تو کامنت ها برامون بنویسین. کانالمون رو حتما سابسکرایب کنین. اگه میخواین از ویدیوهای جدیدمون که تو کانال میذاریم نوتیفیکیشنش براتون بیاد، اون بغل سابسکرایب یه زنگوله است. زنگوله رو هم فعال کنین و تا ویدیوهای بعدی بدرود.